دوستان اومدیم از دومین ویدیو من در چنل مستر رمپیج. خب دوستان اومدیم برای شما یک سری سروایو رو برای شما به اشتراک بگذاریم. بریم تو کارش. بچه اونور یه دروازه ندر هسته، بریم سمتش یکم لوت کنیم، بعد بریم سمت ابوالفضل. بچه ها به درخت های ساوانا رسیدیم. خب دوستان اینجا چستش رو هم میکنیم چون اول بازیه به دردمون میخوره. دوستان این طرف ها نه دوستان نیست متاسفانه. بریم گوسفند بکشیم. من ویدیو رو استوب میکنم تا موقع برای خودم یه وسیله کرافت کنم. به شما آموزشش رو اونایی که بلد نیستن. یامان خب بچه میریم گوسفنده میگوشیم یامان. خب اون دوتا طلا رو میرون بالا، متاسفانه کلنگ آیرونی نداریم. به اینجا یامان ابوالفضل تو فیلن این چوب بکن، من چند لحظه دیگه میام سمتت. خب این پس دیگه ما این زمین رو میکنیم که با سنگ برسیم. خب بچه یکم سنگ لوت میکنیم. مردم چه چیزی لوت میکنن، ما چه چیزی لوت میکنیم. فکر کنم بیرون داره شب میشه. بریم بالا سر بزنیم. بله قرار قشنگ جیر بخوریم بچه. خدا بهمون رحم کنه. امیدوارم ابوالفضل برای خودش گوسفند کشته باشه. چون من الان فقط به اندازه خودم تخت دارم. اگر نداشته باشه مجبوریم بیلا کنم. من تا موقع ویدیو رو استوب میکنم. وای زامبی. خب سلام دوستان، دوباره ویدیو رو من از حالت استوب در آوردم. اینجا برای خودمون ببینیم چه چیزایی میتونیم بسازیم. یک دونه گاز تاریک میره میشه تاریکه. خب اینم ابوالفضل. خب بچه این مشغلمون باید منتظر بودیم تا صبح بشه. متاسفانه
دونه تخت بسازیم. خب اگه گوشی چیزی داریم اینجا بپزیم. بچه من زامبی رو کشتم و برای خودم آهنگاش رو گرفتم. یه تلهی برای زامبی ها بذاریم. خب دوستان همونطور که دیدید آفز متاسفانه عجمو رفت. خب مثل اینکه روز شده و ما باید دستولا رو بکنیم و از اینجا خداحافظی کنیم. این چراغ رو همون رو میذاریم باشه. خب آفز نیست، باید بگرده و ما رو پیدا کنه. یامان یا خدا آفز کجا موندن در ما. خب دوستان ما این بالا یه خونه موقتی درست میکنیم با گل. خب دوستان یه خونه موقتی برای خودمون ساختیم. خب بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل منو سابسکرایب کنید، لایک رو هم بکنید، زنگوله بغل رو هم فعال کنید. خیلی ممنون از شما که تا اینجای کار ویدیو منو تماشا کردید.